بذار ببینم، تا حالا شده منتظر یه تماس باشی؟ یه پیام، یه فرصت، یه آدم که قرار زندگی تو نجات بده؟ من سالها منتظر همچین روزی بودم، ولی بالاخره یه روز فهمیدم که اون روز هیچ وقت قرار نیست برسه. از همون بچگی یه باور آروم آروم توی ذهنمون ساخته شد که همیشه یکی از درستش کنه. وقتی زمین میخوردیم بابا دستمون رو میگرفت. وقتی مشکل داشتیم معلم کمکمون میکرد. وقتی پول لازم داشتیم خانواده کنارمون بود. بدون اینکه بفهمیم به نجات پیدا کردن عادت کردیم. اما زندگی یه جا قوانینش رو عوض میکنه. بعد از دانشگاه، بعد از سربازی، بعد از اولین رابطه‌ای که تموم میشه، بعد از اولین شکست، و اونجا دقیقا همون جاییه که اکثر آدما از هم میپاشن. بذار یه مثال برات بزنم. فرض کن وسط یه اقیانوس افتادی. اولین کاری که میکنی چیه؟ داد میزنی؟ کمک میخوای؟ به اطراف نگاه میکنی؟ اما بعد از گذشت چند دقیقه یه حقیقتی رو قبول میکنی. هیچ کس اونجا نیست. دقیقا تو همون لحظه یه اتفاق عجیبی میفته. ناگهان به جای داد زدن شروع میکنی به شنا کردن. چرا؟ چون بالاخره مسئولیت زنده بودن تو پذیرفتی. و این دقیقا همون چیزیه که اکثر مردم هیچ وقت تجربه نمیکنن. اونها هنوز منتظرن. منتظر انگیزه، منتظر دوشنبه، منتظر اول ماه، منتظر سال جدید، منتظر اینکه یه روزی بیاد حالشون خوب بشه. ولی یه سوال، اگه اون روز هیچ وقت نرسه چی؟ و تلخترین بخش ماجرا اینه که زندگی اهمیت نمیده که آماده ای یا نه. زمان حرکت میکنه. سنت میره بالا. فرصت ها با سرعت رد میشن. ولی تو هنوز منتظر لحظه ای هستی که شاید اصلا وجود خارجی نداشته باشه. یه جمله است که مدت‌ها ذهنمو درگیر کرده. و اون اینه: آزادی از زمانی شروع میشه که دیگه منتظر نجات نباشی. اول که شنیدمش فکر کردم خیلی قشنگه. اما بعدش فهمیدم امید بخشترین جمله دنیاست. چون اگر هیچ کس قرار نیست نجاتت بده، پس همه چیز دست خودته. این یعنی لازم نیست منتظر اعتماد به نفس باشی. اول شروع کن، حرکت کن، اعتماد به نفس خودش میاد. لازم نیست منتظر انگیزه باشی. اول حرکت کن، انگیزه وسط راه خودش ساخته میشه. شاید امروز هیچ اتفاق خاصی نیفته. شاید هیچ کس تشویقت نکنه. شاید کسی حتی نفهمه داری تلاش میکنی. ولی یه روز وقتی به عقب نگاه میکنی متوجه میشی که بهترین اتفاق زندگیت همون روزی بود که فهمیدی هیچ کس قرار نیست نجاتت بده. چون همون روز خودت شروع کردی به نجات دادن خودت.